با هر نفسی که برمی‌آوریم، مرگ را که پیوسته در پی ضربه زدن به انسان است به عقب می‌رانیم، هرچند که در نهایت مرگ باید به پیروزی دست یابد، زیرا از لحظه تولد سرنوشت ما را رقم می‌زند و با طعمه‌ای که در اختیار دارد تنها مدت کوتاه پیش از بلعیدن با آن بازی می‌کند. در عین حال ما با علاقه زیاد و نگرانی فراوان تا حدی که می‌توانیم به زندگی ادامه می‌دهیم، درست به همان شیوه دمیدن بر حباب صابون، در حالی که تردیدی نداریم سرانجام خواهد ترکید. جولیوس نیز همچون سایر افراد رویدادهای زشت و زیبای زندگی را می‌دانست. او هم با رواقیون موافق بود که مرگ به محض تولد آغاز می‌شود و هم با اپیکور که ادعا می‌کرد جایی که من باشم مرگ حضور ندارد و جایی که مرگ باشد من نیستم، پس چرا باید از آن بترسم؟ و همواره به عنوان پزشک و روانپزشک چنین عباراتی را در گوش بیماران در